در ولایت کندوز بر وی تجاوز کرده است. این کودک نزد این ملا امام درس می‌خواند. این کودک که در حال حاضر در بیمارستان 200 بستر شهر کندوز بستری است، با ناله و فریاد میگوید که امین الله ملا امام مسجدی که در آن درس می‌خواند او را به زور به یک باغ برده است و پس از بسته کردن دستها و پاهایش بر وی تجاوز کرده است. کلکتا بود مسجد مرد کامپیوتر پر مرد تو بود مرا کشته زدن شدرند و بود پای جست ما بسته کشتی کرد و من چه گذارم این نجمه گذار خدا نمیتردم گفت. این کودک میگوید که پس از انجام این کار ملا امام مسجد او را تهدید کرده است که هرگاه این رویداد را به خانواده‌اش بگوید اعضای خانواده‌اش را خواهد کشت. مادر این دخترک 10 ساله میگوید که کودکش را به خاطر آموزش علوم دینی به مسجد فرستاده بود. دوستان ممنون گرامی، ممنونم از اینکه ویدیوهای ما رو تماشا میکنین. لطفا اگر خوشتون اومده سابسکرایب کنین و به اشتراک بذارین.